سال بلوا قسمت نهم. شما شادابید، خیلی جوان و شادابید. دنیای کودکیم به سرعت می‌گریخت و روزها تلخ می‌گذشت. گاهی احساس می‌کردم دنیا بر اساس عقل و منطق مردانه می‌گردد که مردها شوهر زنها بشوند و صورتشان را چروکیده کنند اگر توانستند بچه به دامنشان بیندازند و اگر نتوانستند اشکشان را در بیاورند. زن موجودی است معلول و بی اراده که همه جرأت و شهامتش را می‌کشند تا بتوانند برتریشان را به اثبات برسانند. مسابقه مهمی بود و مرد باید برنده میشد، اما نمیدانم آیا خدا اینجور تقدیر کرده بود یا من بد اقبال بودم. این چیزها را من هرگز نفهمیدم. زنهای دیگری را هم می شناختم که یا نشمه می شدند یا عنکبوت قالی یا وامانده در پله های خانه پدری و یا چه اهمیت دارد. معصوم می زد و من هنوز صداها را می شنیدم. حسرت خوابهای قضا شده، حسرت ملافه های سفید، حسرت بوی خاکی که مدام مرا بر می گرداند و حسرت شبهایی که گم کرده داشتم و نمی توانستم بخوابم. آه که چقدر حسرت به دل بودم. معصوم گفت هرزه پدر سگ و دیگر ادامه نداد. سرم روی آجرها بود. گرمای لزج خون را زیر پیشانیم احساس می کردم. صدای گریه زن قطع شده بود. صدای مردی را می شنیدم که زمزمه کنان از کوچه می گذشت. سردم بود، لرزم گرفته بود و هر چه تقلا می کردم نمی توانستم بلند شوم. به زمین چسبیده بودم. گفتم به همین سادگی است، شاید هم ساده تر. دنیا کوچک می شد، تیله شیشه‌ای کوچکی می شد، می آمد جلوی چشمهام، بعد اوج می گرفت و عاقبت در آسمان می ترکید و پهن می شد. بوی خوبی به مشامم می خورد. چیزی در سرم روشن می شد و باز لرزم می گرفت. معصوم در هشتی را باز کرد. کمی ایستاد. پاورچین آنجاها گشت و بعد آرام به طرفم آمد. دست انداخت و بلندم کرد. نفسش می لرزید و دیگر سکسکه نمی کرد. می خواستم بپرسم مرا کجا می بری؟ اما نتوانستم. از خودم دور شدم. روی دست ابرها در برابر آینه ای نشستم. خال روی لب بالا را پررنگ کردم. سرم را عقب گرفتم و نگاه کردم. نه، موهام را شانه زدم. دستی به چشمهام بردم. خط سرمه‌ای به موازات پلک، برداشتن چند خال موی تازه روییده حاشیه ابروها و چه آرامشی. احساس سبکی و بیوزنی می کردم. لای ملافه های سفید و تمیزی می خوابیدم که بوی لاجورد می داد و نفسهای من آن را به بوی خاک مبدل می کرد. خواستم شال گردن را جلوی بینیم بگیرم و آن بوی اسیری را به درون بکشم. نتوانستم. بوی برف می آمد و از لای پلک بارش پرپشت آن را می دیدم. بوی ازلی مایعی ناشناس در رگهام جاری بود. مزه شیر مادر را در پستانهام احساس می کردم. خاک مرطوبی در بینیم فرو می ریخت و پر می شد. همه ذرات ریز از آن سر می آمد و می آمد و می آمد. روزنه ای زیر دهن باز می کرد و منتظر می ماند. کوهی فرو می ریخت تا کوه دیگری ساخته شود. سر و ته می شدم. ماسه ها فرصت نمی دادند. چه دیر، چه تکرار مسخره ای، که چی بشود؟ کی این تکرار به پایان می رسید؟ گفتم چه اهمیت دارد؟ کی بود؟ رقیه دلال. گفتم بفرمایید تو و اینجا که خوب نیست، بفرمایید تو. گفت نه، باشد برای وقت دیگر. شنیده بودم که همسایه های ما دختر دم بخت دارند.
گفتم یه تو که پا برم ببینمش. چقدر خوشگلی، 1000 ماشاءالله. اوه اختیار دارید. نه چشم حسود کور، خیلی همچین پر و پیمون و... چرا ساکت شد؟ باز هم آمد روز دیگری از روزها و گفت خوش به اقبال آقای دکتر معصوم. دلال پوست و روده و پشم و پنبه بود. برنج و گندم و گرد سوز و نفت و پاتاوه هم در مغازه‌اش داشت. حتی درخت خشکیده باغ‌هاش را هم در جا به هیزم فروش ها می‌فروخت. همین جوری درخت‌ها را قیمت می‌زد و جاش بره می‌گرفت. گفتم حالا بفرمایید تو، هر بار توی هشتی که خوب نیست. گفت ما دین تازه داریم. یعنی چی که دین تازه دارید؟ من باید تو را ارشاد کنم. مرحمت دارید ولی من که... این میرزا حبیب رزمارا هم از ماست. گذرش به خانه شما هم میافتد. بالاخره تو را هم به راه میآوریم. تو حیفی، دکتر معصوم هم حیف است. نه خوابم می آمد، نه می توانستم تکان بخورم و نه پنجره را می دیدم که حتما پشت دری های چیندار سفید شیشه ها را پوشانده بود. پرده های بلند مخمل پر از گل ارغوان شده بود. دنیا پشت درهای بسته 5 دری دور می شد و من جا مانده بودم. معصوم به نفس نفس افتاده بود. خواستم بگویم خیال میکردم مرا میاندازی توی چاله و روم خاک میریزی، بعد با دست روی خاک رو صاف میکنی، قدری هم خاشاک میپاشی و آن وقت دنبالم میگردی. جاوید بدبخت را هم میفرستی اینور و آنور دنبال من بگردد. بعدم همه جا جار میزنی که نوشا فرار کرده. آره از اولش هم معلوم بود. نتوانستم. همه اینها از ذهنم میگذشت و من قدرت تکلم نداشتم. انگار همه پرده ها را کشیده بودند و تنها چراغ ذهنم را روشن کرده بودند که در غار تاریک گذشته ها دنبال خودم بگردم. گفتم من شما را شستم، یادتن نیست؟ گفت حیف که من از دنیا دست شستم. گفتم حتی از من؟ خیلی دلم میخواست بپرسم این اخوی کیست؟ اسم اصلیش چیست؟ اهل کجاست؟ من بارها او را دیدم، بزش را هم دیدم، اما چرا هیچ چیز درباره اش نمیدانم. گفتم مرد شور این حال مرا ببرد. چرا دلم به حرف باز نمی شود؟ چرا نمی توانم روبروی معصوم بنشینم و نگاهش کنم؟ چرا دلم شور می زند؟ صدای مردی از کوچه ها به گوش می رسید که انگار برای دل خودش داد می زد و کوه جواب می داد. ماهی های قرمز حوضخانه حتما مرده بودند. هوا برفی و سرد بود و من سنگین تر از کوه بودم، لخت تر از جسد، خالی تر از کوزه. داد بزن، داد بزن. صدا در دل کوزه می پیچد و کوه جواب می دهد. چه کسی می تواند دندانهای قفل شده را از هم باز کند؟ نیرویی که فریاد می زند، تکان می خورد، گریه می کند و می خندد. کجاست؟ من چه خوشبختم. درد یعنی چه؟ آسمان چه معنایی دارد؟ چرا زمین می چرخد؟ دنبال چه می گردد؟ این مال من است، این مال ما نیست. ما چند نفریم؟ قبله من کجاست؟ غیر از من کسی دیگری هم بود که چاوشی قبیله حاجی ها را دیده بود؟ آن سر دنیا در سرزمین برف دیده بود که مردی سوار بر اسب وسط جماعت خوشحال نوحه می‌خواند و عاقبت آنها را به گریه می‌انداخت. آقای یغمایی دبیر ادبیاتمان میگفت فارابی حکیم هنرمندی بوده که نظیرش را دنیا به خود ندیده است. سازش را بر می داشته، می رفته وسط جماعت شروع می کرده به زدن.
مردم را به خنده وامی داشته که قش و ریسه می رفتند. بعد دستگاه عوض می کرده، گریهشان را در می آورده و بعد همین جور که می زده خوابشان می کرده و می رفته یک محله دیگر. فکر کردم ما توی این دنیا بین این همه آدم یک مرد اینجوری نداریم که بتواند با سازش ما را به گریه بیاندازد و روحمان را سبک کند. مردی مثل آن تارزن دورگرد که عمم را محصور میکرد و به کام خوابی ابدی میفرستاد. چه عمه نقشین چشمی، چه انتخابی. بچه که بودم خیال میکردم همه چیز مال من است. دنیا را آفریدند که من سرگرم باشم. آسمان، زمین، پدر، مادر، درختها، اسبها، کالاسکه ها و حتی آن گنجشک ها برای سرگرمی من به وجود آمدند. بعدها یکی یکی همه چیز را ازم گرفتند. مایه‌ای در رگهام جاری بود که می گفت این مال شما نیست، راحت باشید. پسری که عاشق کبوترها و خرگوشها بود خودش را به درختی دار زد. چرا؟ مادر گفت بماند برای بعد. کاش تولد من هم میماند برای بعد. به کجای دنیا برمیخورد؟ معصوم دنبال چیزی میگشت. حس کردم هیجان زده است. با خودش حرف میزد و دستهاش را به هم میمالید. یکی دو بار به ایوان رفت و برگشت. گوشه های همه پرده ها را بار دیگر با دقت مرتب کرد که باریکه نوری نتابد. به طرف تاقچه رفت و من دانستم که گردسوز را بالا کشید. بعد بالا سر من ایستاد و نفسش را پف کرد. ساعت لنگری گفت باید برمیگشتم. پایان قسمت 9. همراهان عزیز، قسمت 9 پایان شب اول بود که از زبان شخصیت اصلی قصه روایت شد، یعنی نوشافرین. قسمت 10 آغاز شب دوم هستش که راوی قسمت‌های زوج نویسنده داستان می باشد. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت ببرید.